بسم الله الرحمن الرحیم. هم ایشان و ازواجهم همچنان همسرانشان فی ظلال در زیر سایه ها می باشند علی الارائک بر تخت ها متکئون تکیه زدگی لهم فیها الله متعال میگه باز در جنت بر از اینا فاکهه میوه ها باشه و لهم و برشان است ما یدعون آنچه که طلب میکند. و دیگه چی هست؟ بزرگترین نعمت الله چی است که الله برشان سلام میده، میگه سلام سلامتی هست بالای شما ای جنتی ها. قولا که این سلامتی گفته میشه من رب الرحیم، از جانب کی؟ رب که بسیار مهربان است، که یا قلبشان کاملا مطمئن باشه دیگه که الله برشان میگه که شما سلامت هستین، سلامتی از جانب الله هست. در اینمی وقت چی میشه؟ میگه وامتاز الیوم ایها المجرمون، اینمی روز قیامت است. اینه پس در روز قیامت چی هستن؟ مردمای دیندار آرام نشسته هن، میوه میخورن، فامیلشان امرای خودشان مؤمنا هستن، به تخت ها تکیه کردن، میوه های مختلف هستن و سلام و سلامتی و اعلان سلامتی از جانب الله هم بر از اینا هست. سبحان الله. آل میگه وامتاز الیوم ایها المجرمون، از بین از یا میگه براین، یک تعداد مجرما هست یا هم دیگه خداوند مؤمنان میخواین دراین، صدا زده میشه که برای مجرما از بین از اینا، کسایی که شما قرآن قبول نداشتین، سنت قبول نداشتین، در دین 24 ساعت جنجال میکردین، گفتگو میکردین، سر قیامت شک داشتین، در جنت شک داشتین، در پیغمبر شک داشتین، الله متعال برشان میگه که وامتاز و جدا شوین الیوم امروز ایها المجرمون، ای مجرما. این بسیار خطرناک لحظه هست که تو در جریان مؤمنین روان باشی، یک دفعه از دستت گرفته شوه و بعد گفته شوه که برای از بین از یا تو مجرم هستی، تو در فلانی قسمت شرک کردی، تو در ذات الله شرک کردی، تو در صفات الله شرک کردی. بعضی کسا در صفات الله شرک میکنه هیچ متوجه نیست، پیش فالبین میره، فالبین میگه من علم غیب دارم، برش میگه بسیار خوب علم غیب داری. پیش کلان خود میره، او برش میگه که من این جهان و کائنات حفظ میکنم، مالکیت الله را ادعا میکنه، این به دست من هست، کابل فلان شخص نگاه میکنه، مزار فلان شخص نگاه میکنه، میگه راست گفتی. اینی مجرما هستن. این بیچاره فکر میکنه من دیندار هستم. بعضی کسا را ببینی که به مخلوق رکوع کرده، به مخلوق سجده کرده، زیر پای مخلوق سجده کرده، به نام مخلوق نظر کرده، زیر پای مخلوق مرغ کشته، زیر پای مخلوق زیر قبر گوسفند کشته، زیر پای مخلوق بز کشته، زیر پای بت کشته. این فکر نمیگه اگر زیر پای بت کشتی بیدین هستی، اگر زیر پای از این میگه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که اینمی آیت میگه خوان، ما یک جای در کتاب خوانم، میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که وامتاز الیوم ایها المجرمون خوان، میگه تا از خفتن تا صبح گریه میکرد، از خفتن تا صبح از ترس الله چی میکرد؟ گریه میکرد که یا الله یک دفعه نشه که در روز قیامت مدنی باشه، ما و شما باید بسیار بترسیم. بعضی کسا را ببینید که هیچ ترس ندارن، هیچ ترس ندارن. و امتاز الیوم، الله متعال میگه جدا شوین امروز ایها المجرمون، ای مجرمایی که شما شرک میکردین در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله مخلوق شریک میسازین. بسیاری کسا در قانون الله مخلوقات شریک میسازن. میگه من به عوض قرآن و سنت اندیشه مارکسیستی دارم، من اندیشه کمونیستی دارم، من سیکولر هستم، من دموکرات هستم، من به عوض قانون الله، شریعت الله، به عوض ازی مثلا من قانون امریکا را ترجیح میدم، من کپیتالیسم را ترجیح میدم، من سرمایه‌داری را ترجیح میدم. اینیا با این الفاظ خود برای الله شریک عقیده میکنن، ولی بیچاره باز پسان کسایی که نماز هم میخونه، روزه هم میگیره و خدا خوب مسلمان هم میگیره. اینه باز در اینجا الله متعال میگه و امتاز الیوم، و جدا شوین، بیرون شوین الیوم امروز ایها المجرمون، ای مجرمان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا پیمان نکرده بودم، نفرستاده بودم برای شما ای بنی آدم، این تعهد از شما نگرفته بودم که ان لا تعبدوا الشیطان، که شما عبادت شیطان نکنین. عبادت و اطاعت از شیطان، اطاعت از شیطانهای انسانی در قانون میشه، اطاعت در شیطانهای جنی از دوری از حکم الله میشه. شیطانهای انسانی میگن قانون الله را اجرا بتوی، یعنی قانون بگی. همین چند صد قسم قانون است،
هر کسی ببینید یکی از قوانین ایره مصروف ساخته. الله متعال میگه آیا من عهد شما را از روز اول نگرفته بودم؟ در کلمه طیبه تعهد نکردی که بغیر از عبادت الله کس دیگر عبادت نمیکنی؟ بغیر از شریعت الله قانون کس دیگر را تطبیق نمیکنی؟ بغیر از طریقه رسول الله صلی الله علیه و طریقه دیگر را نمیگیری؟ علم عهد الیکم، آیا عهد پیمان نکرده بودم الیکم بر شما یا بنی آدم ای اولاد آدم الله تعبدوا شیطان، که شما شیطان پرستی نکنین، شیطان پرستش نکنین. انه یقینا کمی شیطان لکم برای شما هست عدو دشمن مبین بسیار آشکار. و ان اعبدونی، و بر شما تعهد کرد، از شما تعهد گرفته بودم که ان اعبدونی، که فقط مرا عبادت بکن. این ما و شما در اینجا که الله عهد کردیم، الله میگه که من از شما تعهد گرفتم که پیروی از شیطان و انسی و جنی نکنین و عبادت خاص بر ما بکنین. اعبدو ان اعبدونی، یا متکلم است، یعنی الله اینجا مفرد متکلم استعمال میکنه که عبادت فقط بر ما بکنین. حالا شما یک لیست عبادت ها را بگیرین. نظر عبادت است؟ بله. پس چرا به غیر الله میکردی؟ حالا 13 قسم نظر بر مخلوق است در افغانستان. نظر بیبی و نظر آقا و نظر فلان و نظر فلان و نظر فلان. الله میگه من نگفتم که اعبدونی ان اعبدونی، فقط مرا عبادت کنید. بسیاری مردم ها را سعی کنید بسیار دیندار است، لکن پیش یک شخصیت بزرگ که بره باز زیر پای از او سجده میکنه. و اون کسی که خود خوب شخصیت بزرگ قرار میده بازور هم سعی قرار شیشته او خانه پر پلا خوب بفهمانشه برش بگو. که انسانای موحد که استاد شوی، انسانای موحد که ما و شما مردم افغانستان عادت داریم که یک کس که دست میتیم دو دسته. در دیگه جاها که بیری که انسان که خوب عقیده توحید دارن از میشانیت میگیره میگه خدا کپ نکو، راست استاد شد در مقابل من مخلوق هستم، استاد شد راست، یک دست بتیم تو خوب ماکم ای دو دسته و خدا کپک نکو. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله صحابه را وقتی که صحابه از رسول الله پرسان کردن که وقتی که یک نفر یک دوست خدا ملاقات میکنه اینحنی له، سر خدا برش خم کنن و برش گفت که نه لا انحنا نکنی، حتی ما که پیغمبر هستم سر تا به من خم نکن، راست استاد شده مقابل من دست بته. انحنا که میکنی سر تا خم میکنی، پایین میکنی، خدا ذلیل میسازی، عاجز میسازی، رکوع میکنی، سجده میکنی، این عبادت برای الله بکن. چرا خود عبادت به معنای چی است؟ به معنای ذلت است. عبادت به معنای ذلت و خواری هست. پس انسان فقط خود ذلیل در مقابل الله میسازه، اما در مقابل مخلوق باید خود ذلیل نسازی. این الله متعال میگه بر از اینا آیا ما بر شما عهد نکرده بودم؟ الله بر از این مجرما میگه برای این مجرما از بین از اینا الله برشان میگه که الم عهد الیکم، آیا ما بر شما از شما عهد نگرفته بودم که یا بنی آدم ای اولادای آدم علیه السلام ان لا تعبدوا شیطان، شما اطاعت و عبادت شیطان نکنین، چه انسانی باشه چه جنی. انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن آشکار شماست، براتون دشمن معرفی کردم. و ان اعبدونی، شما فقط مرا عبادت بکنین. هذا صراط مستقیم، اینمی راه راست است که عبادت مخصوص بر الله بکنین. اینال شما ایرا را اعلام کردین، حالا آمدین بازی که در قطار مسلمانا و ما پیرو پیغمبر هستم و ما پیغمبر دوست دارم و میخوام زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و آله باشم. برای از بین از اینا این بسیار خطرناک است. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، و هر آینه گمراه کرد منکم از شما جبلا کثیرا، مخلوقات بسیار زیاده. شما تنها خودتان گمراه نبودین، حتی دیگران دعوت میکردین که بیاین به این طرف، این بسیار خوبش است، بیا که پیش فلانی صاحب بریم، بیا زیر پایش بفتیم، بیا بر مخلوقی کارا بکنیم، بیا یک دانه مرغ زیر پای عروس ذبح بکو، چیغ میزدی خودت، بیا حالا تیسیس بدوان مرغ، گیر کن مرغ را بیار زیر پای عروس، بیا گوسفند زیر پای از یمی قبر بر ازی ذبح بکو، بیا نظر بر ازو بر، حالا بگیرین بر از این شخص عبادت بکنین، عبادت غیر الله را بکنین، بیاین در این حزب که ضد شریعت الله هست داخل شوین. الله متعال میگه که ولقد اضل، و یقینا که اینا گمراه کردن منکم از شما جبلا کثیرا، بسیاری از، یعنی ولقد و یقینا که اضل گمراه کرد امی شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی، منکم از شما جبلا کثیرا، مخلوقات زیادی را. این فلانی صاحب کمونیست شده، فلانی سوسیالیست شده، فلانی خلقی شده، فلانی پرچمی شده، فلانی دموکرات شده، فلانی مثلا سکولار شده، فلانی بیدین شده، در این حزب رفته، در اون حزب رفته، به هزارها حزب شرکی و کفری هست، در فلانی راه رفته و در فلانی گروپ رفته و در فلانی رفته. الله متعال میگه بسیار شما را می شیطان گمراه کرد. افلم تکونوا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگرفتین؟ آیا عقل نداشتین؟ افلم تکونوا تعقلون، آیا شما عقل نداشتین که از عقلتان کار میگرفتین که ما تعهد با الله کردیم؟ باز میگیم به مخلوق
سر خود خم میکنیم. هذه جهنم التي کنتم توعدون. الله برشان میگه اینی جهنم است که شما بر از وعده داده شده بودید، اصلوها، داخل شوین در این دوزخ. الیوم، امروز، بما کنتم تکفرون، به سبب آنچه که شما کافر شدین. الیوم نختم علی افواههم. الله متعال میگه با زیاد که میخواین که گپ بزنن و عذر بخواین و چیغ بزنن و دادرسی بکنن، الله متعال چی میگه؟ الله متعال میگه که الیوم، اینی روز قیامت که است، نختم علی افواههم، در دانشان مهر میگذاریم، گپ زدن نمیتونی، چپ، اعمالت معلوم میشه، شاهدا سرت است، به چشمت گناهایت میبینی، حال دیگه گنگه شو. الیوم، امروز، الله متعال میگه نختم و مهر میگذاریم علی افواههم، بر دهانهایشان، و تکلمنا ایدیهم، باز گپ میزد برای ما چی؟ ایدیهم، دستایشان. چه قسم دست گپ میزنه؟ دست چه قسم گپ میزنه؟ دست تو گپ میزنه والله اعلم که یا الله متعال بر دست امر میکنه که گپ بزن خودت که چی کارا کردی، و یا ای که فیلمت گذاشته میشه. همین فیلمت که دگان عروسی رقصیدی 10 سال پیش، بعضی کساست. یک بچه یک روز پیش ما آمد، بسیار خدا دیندار، دیدم گفتم بسیار خوب آدم است. او رفیق شاورد گفت استاد بسیار لندغر آدم است، توی بسیار خوش داری. گفتم چرا؟ تو بان که خودش گپ بزنه، خودش گپ بزنه، بان که دستش گپ بزنه، پایش گپ بزنه، تو بان کال پلی میکنه فیلم از اینه که یک عروسی چی رقص کرده است. این از شیخ برسیسا، اینه دستی قسم گپ میزنه، فیلم پلی شو، باز میگه اون در فلانی لحظه سکو چی کار میکردی. العیاذ الله حفظ بکنه که فیلم زنا یک کس گذاشته شد، فیلم گناه یک کس گذاشته شد، فیلم قتل و جنایت یک کسی گذاشته شد، دزدیش گذاشته شد. بازی که دانش چی است؟ دانش چپ میشه نمیشه، دانش بسته است. الله متعال میگه که الیوم، امروز، نختم علی افواههم، دانهایشان را مهر میکنیم، و تکلمنا، و سخن میگن با ما، ایدیهم، دستایشان، و تشهد، و شهادت میده، ارجلهم، پاهایشان، بما کانوا یکسبون، با آن چیزی که اینا کرده بودن. ولو نشاء، اگر ما میخواستیم، لطمسنا، نابود میکردیم، لطمسنا، نابود کنیم، علی اعینهم، چشمهایشان را، فاستبقوا الصراط، بازیا میپالن، چی میکنن؟ کوشش میکنن پیدا بکنن از صراط را، فانا یبصرون، با چه قسم یا میتونن که ببینن. وقتی که چشمایشان از بین میبریم، بازی‌ها را دیده میتونن. ولو نشاء لمسخنا، و اگر الله متعال میگه خواسته باشیم، لمسخناهم، اینا را مسخ میکنیم، علی مکانتهم، دمی جاهایشان، اما چور خوردن نمیتونن. فما استطاعوا، باز نمیتوانن، مضیا، رفتن، ولا یرجعون، و هم پس رجوع کردن نمیتونن. و من نعمره، الله متعال میگه و هر کسی را که به زیاد عمر بدیم، ننکسه فی الخلق، این بسیار ضعیف میسازیم در بین مخلوقات. شما سعی کنین یک کسی چقدر چند سال پیش قوی بود و پهلوان بود و فلان بود، حالا بسیاری وقتا سهل میکنی یک نفر 20 سال 30 سال پیش سهل میکنی که چی اندام داشت، چی قواره داشت، حال که سهلش میکنی که چوچک مرغ واره شده، ضعیف. الله متعال میگه تو سر خودم بازی نخو، سر تو هم امی آلت میایه، گوشت و پوست و تعو میشه. ما بسیار کسا را دیدیم که قوی می بود، این میشه کتما که بغل کشی میکرد در بغلش جای میشنیم. یک وقت سهل میکنیم بیچاره سر تابوت هم تخرترک در تخته ششتن، گوشت و پوست و بدن ترش. الله متعال میگه که و من و هر کسی را که نعمره، عمر زیاد برش بتیم، ننکسه، ایر ضعیف میسازیم، فی الخلق، در مخلوقات. افلا یعقلون، چرا این مردم از عقل خود کار نمیگیرن که اینمی حالت خود سر ما هم میاره. من یک انسان ضعیف هستم، 3 سال یک چند روز جوان هستم. و ما علمناه الشعر، الله متعال دیگر میگه که ما برای پیغمبر خود تعلیم ندادیم شعر که شاعر باشه، و ما ینبغی له، بر از او شایسته هم نیست که شعر بگوید. چرا؟ شعر که از چند نقص داره. شعر یک نقصشی است که او شاعر بسیاری وقتا در عالم خیال گپ میزنه. در عالم خیال چه قسم گپ میزنه؟ خودش دیگه یک وقت خیال سهل میکنه که در سر مهتاب شیشتن، چوکیش مهتاب است و معشوقیش هم چی است؟ آفتاب است. به مهتاب نشستم، آفتابی را بدیدم. یک وقت صاحب خطا میخوره که در کمود شیشتن کالایش چتل شد. این در عالم خیال. یک وقت فکر میکنه که من پادشاهی از این مملکت هستم، اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال اون دوش بخشم سمرقند و بخارا را. دو مملکت برش بخشش میکنه. اون نفر آمد گفت تو چی کار هستی که سمرقند؟ من والی سمرقند هستم. تو آمدی قسمی شعر میگه اصلا ما خیلی اضافه خرچی کردیم در عالم خیال، هم تو مفلس موندیم. پس شاعر که است در عالم خیال زندگی میکنه. بسیاری شاعرها هستن که اینا به خاطر چاپلوسی به دربار
گپای شرکی میگن، پیش پادشاه میره، باز پادشاه را میگه که اعوذ بالله تو خالق من هستی و تو رازق من هستی و اگه تو نباشی من زندگی من تباه میشه. بعض شاعرها هستن که فاسق هستن، شعرهای فاسقانه و جاهلانه گفته میره که کومید پنیر وارو مچم بینید خمیر واره و پیشری این فسق و فجور و زنا و شراب و ایگپا را برای مردم ترجمه میکنن. بعضی اوقات است که ولو که اگر یگان شعر خوب اخلاقیان بگوید که 5-6 دفعه شعر بشنوی خسته میشی. الله متعال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت ضعیف نداشت که در عالم خیال زندگی بکنه، گپای بیهوده بگوید، گپای بیارزش بگوید، مردم ها چیز کنن. و ما علمناه الشعر، الله متعال میگه ما بر از این شعر هم تعلیم ندادیم. این قرآن شعر نیست، سنت شعر نیست، پیغمبر شعر نمیگفت. این چی هستن؟ و ما ینبغی له، بر از او شایسته هم نبود. از شاعرها 90% فاسق و فاجر و کافر و بیدین و ملحد و مرتد می باشه، 10% اگه خوب آدم می باشه. ما شما خواندیم نه؟ الشعراء یتبعهم الغاوون الا الذین، یک تعداد کسایی که با ایمان هست. او شاعری که قرآن بفهمه، او شاعری که حدیث بفهمه، او شاعری که متاثر به شرکیات و کفریات نشده باشه بسیار کم است. مثل شاعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 شاعر داشت: حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه. این شخصیت های عالی بودن، عقیده خود از قرآن و سنت گرفته بودن. او شاعرای خوب بود، در استثناء یا داخل هستند. دیگه شاعرای دیگه که تمام روز اشعار میگن، شما ساکن اکثر شرکیات کی نشر میکنن؟ شاعران. همین ساز موسیقی و خواندن و رقص و گپا است، کلش کتش کی است؟ همین شعرش ببینید از فلان شاعر، از فلانی شاعر میخوان، از فلانی شاعر میخوان، کلش است. چی دعوت میکنن؟ به شرک، به کفر، به بدعت، به زنا، به گناه، به شراب خوری، به این گپا. و ما علمناه الشعر، الله متعال میگه ما به این پیغمبر تعلیم ندادیم شعر، و ما ینبغی له، و این شایسته هم برای پیغمبر نبود که شعر و شاعری و کارا رو بکنه. ان هو، نیست می پیغمبر، الا ان هو، نیست اینمی قرآن عظیم شان، الا ذکر، مگر نصیحت است، پند است، حکم است، شریعت است، قانون است. و قرآن مبین، و کتاب است که قرآن نام داره، و مبین، و احکام از این مبین آشکار هست. دی چیزی از خیال نیست، چیزی که از واقعیت است، چیزی است که واقعیت است. قصای خیالی، گپای خیالی، قوانین خیالی این گپا را نداره. این مثل چیزا وارد نیست، مثل گپای فلاسفه که بعضی چیزای خیالی میپردازن. افلاطون میگفت تو یک شار جور میخوایم بکنیم که دوی هیچ گناه، زنا، شراب، هیچ بچه سون دختری به نظر بد سیل نکنه، هیچ دختر آرایش نکنه و هیچ پتلون کوبای نباشه و هیچ مچم فلانی نباشه، اما تو خوب کلگی دیگه مستقیم روان باشه. این بیچاره در خیال میشه ایگه، اما در سرک که برایی باز میفهمی که اوه اگر در بین از جوانای 10 تاش متدین باشه، 90 تا دیگه‌ش میبینه که چشم چران است. اینا خب بازی خود مدینه فاضل افلاطونی شعر خیالی بود که باید این قسم باشه. یا کمونیسم 70 سال در شوروی تطبیق شد، اتحاد شوروی. یک کسی ادوارد شوارتنازه نام داشت، من کتاب از این خواندم. ادوارد شوارتنازه میگم من 40 سال مردم به خیال دعوت کردم. من فکر میکردم حقیقت است، این خیال بود. خودش میگه، این وزیر خارجه اتحاد شوروی بود، میگه 40 سال بعد من فهمیدم که من لو دستم غلط گفتیم. میگه 40 سال بر مردم میگفتن که ما یک حکومت میسازیم که اون حکومت دیگه کلگی مساوی باشن، کلگی یک قسم موتر داشته باشن. 30 میلیون نفوس از 30 میلیون موتر هم تو یک قسمت جور میکنیم، 30 میلیون دریشی یک قسم باشه، غذای کلگی یک قسم باشه، آب کلگی یک قسم باشه، راحت کلگی یک قسم باشه. میگه برای جوانا ما زدیم و به خاطر از این میگه ما به میلیون انسان کشتیم. استالین کشته میرفت، اینجا ترکی و کارمل و نجیب و یا کامدن اقا کشتن که از این پوانتون، از این لیلی پوانتون که همینجا نزدیک ما شما از اینجا معسلین بیچاره را میبردن، فقط میدید کنه ریش داره میگه ببر ایران، و دیگه نماز میخونه ایران ببر، اون دیگه پاکول پوشیده ایران ببر، این دیگه لنگی پوشیده ایران ببر، اون دیگه در کله خود اسمالک هم مانده یا مخالف کمونیسم است ایران ببر. کل گیره میبرد. اونو که نکتایی و دریشی داره که همه که سونماترش توش سال میکنه و خیلی مونمو هم اوران ببر. فهمیدی یعنی؟ اینال از یک سر
همین شما بردن قبرهای دستجمی جور کردن. همین که کشف میشه شما همین قبرهای دستجمی رو میبینید که کی است؟ ریشکش کل است، نکتایی داره، کالای مکتب است، معسل است، شاگرد مکتب است، معسل پانتون است، یک چیز مامور است، بیچاره یک چیز اینی معلم است، اینا رو بندی کردن. میگم ما ادوارد شوارتنادزه میگم ما 40 سال دعوتگر کمونیسم بودم که ما میخوایم سوسیالیسم بریم، بعد سوسیالیسم کمونیسم و این تو یک سیستم باشه. میگه 40 سال بعد وقتی که من خودم وزیر خارجه اتحاد شوروی شدم که سیل کردم که یک موتر برای من دادن، چند تا موترها را که دمی سرک میرفت، مردم بیچاره را برای رفتن نمیماند، کل راه را بند کرده بودن، مریض در شفاخانه رفتن نمیتونست. پشن که وزیر خارجه تیر میشه اتحاد شوروی دیگه، وزیر خارجه اتحاد شوروی ادوارد شوارتنادزه. خب بالاخره میگه وقتی که من اینا که سعی کردم گفتم اوه کوکی مساوات، کوکی برابری، ما در موتر شیشتیم بیچاره مردم به در راه نمیمونه، نان خود نداره، او خود نداره، مردم خودت قطار میگه برای ما 20 قسم غذا مانده میشد، میبریم دست بیرون سهل میکردیم که مردم در غرفه نان سیلو استاد است، چور کردن میرن در قطار که برش نوبت برسه که یک دانه نان سیلو بگیره. کجاست عدالت؟ سر میز من رسه که او رسه که وقتی که میگه رسیدم در جایی که بر ما گفتن که شما کال وزیر شدن برین یک دانه خانه براتان دادن، رفتم که یک خانه را دادن که 50 دانه اتاق دارن. میگه من یک زن دارم 2 تا اشتراک، 20 دانه تشناب داره که ماشین قشیز داره و کسای دیگه رو میبینیم که جای برای خو کردن هم نداره. میگه من براش گفتم والا ما 40 سال بچی دعوت کردم مرا به خیال، به دروغ. این قسم عدالتی که هیچ فرق بین دو نفر نباشه، پیاده و رئیس یک قسم باشه، این خیال است، خیال است و محال است و جنون. پس الله متعال میگه که این قرآن عظیم شان که است قوانین خیالی نیست، مثل قوانین سیکولاریسم و قوانین ایدئالیسم و قوانین ماتریالیسم و قوانین چطورکایی، قوانین خیالی نیست. این ذکر است، حکم است، شریعت است، قانون است و قرآن مبین است، کتابی است که قرائت میشه و آشکارا و میبینی که آنچه که میخوانیم میبینی که امتحان روز باور بکنید. ما کل لحظه قرآن هم میخوانم فکر میکنم که قرآن همیال نازل شده، امی واقعیت های امروزی را، امی مشکلات، امی لحظه که هست، امی کلش چی میکنه؟ برای انسان بیان میکنه. کلام الله هست. از این خاطر این کلام تا روز قیامت سر حقیقت ها و واقعیت هایی که در زندگی انسان همه روزه میباشه بالای از او مطابقت داره. لینظر تا که این قرآن، این کلام بترسانه من کانه که کان حیا، زنده حقیقی باشه. پیش الله کی زنده هست؟ قلب روشن داشته باشه، بصارت داشته باشه، چشمش از ترس الله در گریه بیاید، گوشش حق بشنوه، وقتی که مغزش حق میشنوه تسلیم بر ازو شوه. الله متعال میگه این قرآن برای این انسان است، انسانی که مغزش، فکرش، گوشش کل ازیر شبهات و شهوات و برنامه های شیطانی گرفته، در گردنش هم زنجیر غلامی افتادگی هست، گوشش هم حق نمیشنوه، چشمش هم میبینه نمیبینه که کدام حق است کدام باطل. بسیاری کسا که سائل کنی برش بگه اینی شیر است اینی هوا است، نه میگه بیادر استاد اگه خفه نمیشی اینی شیر است اینی به نظر من هوا است. او برادر خود چشم، نه چشم شما با چشم ما فرق میکنه. حال تو با کدام چشم سائل میکنی؟ نه استاد جان او قربان چم که یکی یک روز هم تو جنجال داره باش میگه او قربان چم اینجا یکیش بوره هست اینی شیر است، تو میگی بخو شیر است، میدگیش تو باش هواس واتر. نه 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 استاد ببخشین، در فلسفه ما، در ایدئولوژی ما، در حزب ما، در مکتب ما این آب است و این هم شیر است. برش میگیم این میره قاری صاحب است، بسیار آدم چی است، همون بیچاره زحمت کشیده میره گرم کرده و گفتم استاد گلونش درد میکنه یا مثلا خسته میشه باشه یک گلاسک شیر بخوره باز یکان زارم آب بنوشه. قاری صاحب سر از زحمت کشیده ایر از بازار از جیب خود خریده، بازی را جوش داده، بازی را بوره انداخته، بازی را گرفت اینجا آورده بر ما میگه نه استاد این یک تصادف محض است،
در مکتب ما اینمی قسم شیر آمده، سر به خود جوش خورده، سر به خود دی بوره افتاده، سر به خود آمده، بنابراین این کسی که ایره آورده هیچ قابل تشکر نیست. و ای که چون شیر تصادفی است، این آفتاب هم تصادف است، این مهتاب هم تصادف است. بناهن به نتیجه می رسیم که العیاذ بالله خالقی را خلق نکرده. از کجا که دیده گفتمش قربان جان؟ این فلسفه ماست، این منطق ماست، این عقل ماست. ما گفتم خیلی من شیره که میخورم به عقلت میخندم. از این که کاش که عقل نمی داشتی، حداقل مسئولیت خو نمی داشتی. باز می کاش که یا لیتنی کنت ترابا. این که از این مردم باز چی بگویی؟ خلاص بانش. الله متعال میره میگه لینذر، تا که بترساند من کسی را که کانه چی باشه؟ حیاً، زنده باشه، چشمی داشته باشه که شیر آب فرق کنه، عقلی داشته باشه که آب و شیر فرق بکنه، مغزی داشته باشه که آب و شیر فرق بکنه، فکری داشته باشه، حداقل قلبی داشته باشه که درک بکنه، بفهمه که نمیری یک کسی خریده، جوش داده، بوره انداخته، این پیاله یک کسی ساخته، میگن یا هم تصادفی است، یا هم تصادفی است، آسمان هم تصادف است، مهتاب هم تصادف است، این چشم یا هم تصادفی است، کل از این تصادف است. انا لله و انا الیه راجعون. اینه الله متعال میگه لینذر، تا بترساند من کسی را که کان باشد حیا، زنده، و یحق القول علی الکافرین، و ثابت شود حجت قول علی الکافرین. باز کافرها در روز قیامت نگه صاحب برای ما اگه کتاب میدادی ما تسلیم میشدیم، اگه برای ما یک پیغمبر میدادی باز ما تسلیم میشدیم، اگر کسی ما را دعوت میکرد ما تسلیم میشدیم. باز در روز قیامت بر از اینا اما حجت قائم شود که فلان وقتی که فلان استاد براتون درس داد رشخند نزدی، سر استاد ثقافت فکایی نگفتی، چپتر پاره نکردی، مسجد و درس دین جای تروریستی و مکان افراطیت نگفتی، نامدی نششتی، لکن از دور سرش رشخندام زدی. الله متعال میگه او کسی که زنده هست بر از او حق میرسه تسلیم میشه، و او کسی که باز کافر است بالا از او چی قایم میشه؟ حجت، که باز در روز قیامت نگویا که باز بر من کس نگفته بود، میگن عیسی بر شما زیاد مردم گفته بود، در صنف برتان آمده بود، در مسجد برتان گفته بود، اعلان‌ها شده بود، درس‌ها بود، قرآن بود، به زبان‌های مختلف بود. اگر تو یک کمکی رو گوش میگرفتی باز مشکل تو حل میشد. اولا میره و آیه دیدن انا خلقنا، یقینا که ما خلق کردیم، لهم برشان مما عملت ایدینا، آنچه را که ساخته هست دستای ما. ید الله، ما یقین داریم که الله او را به خود ید نسبت داده، لکن کیفیت شما نمیفهمیم. خیلی چه قسم است؟ میگیم امو قسمی که به جلال و عظمت الله شایسته است، او رو تشبیه نمیکنیم با دست مخلوق. خب اولا میره و آیه دیدن انا یقینا که ما خلقنا، خلق کردیم، لهم برایشان مما از آنچه که عملت ساخته هست ایدینا دستان ما، انعاما، چی رو خلق کردیم؟ چی رو؟ بسیاری از حیوانات را، فهم لها مالکون، اینا مالک از این حیوانات هستند، و ذللنا لهم، الله متعال میگه باز این حیوانات با وجود که بسیار قوی هست و ما بر شما ذلیل ساختیم. چه قسم حیوان الله ذلیل ساخته؟ شما سعی کنین که یک قیزگه که اسب یک اشتکک میگیره، یک شتر که بسیار قوی است رو ببینید که امورسپانه که در بینی شتر بند کرده بود، یک اشتکک 5 ساله اما تو کشکده میبره. این شتر بر تو چی است؟ ذلیل هست. و ذللناها لهم، و اینا را تسلیم ساختیم، تابع ساختیم، ذلیل ساختیم برشان. فمنها رکوبهم، اینا چی است؟ بعضی از اینها رکوبهم وسایل ترانسپورتیشان است. وقتی که انسان ها نتون وسایل ترانسپورتی خودشان نساخته بودن، پس الله متعال گفت ما برشان حیوانات ساختیم که حداقل در زندگانی های ابتدایی از اینا استفاده بکنن. باز که از عقل خود کار گرفتن، از مغز خود کار گرفتن، موتر ساختن، طیاره ساختن، نوش جانشان. و منها یاکلون، همچنان غذاهای مختلف از این حیوانات برشان خلق کردیم، از گوشتش، از پوستش، از شیرش، از کل چیز استفاده میکنن. ولهم فیها منافع و مشارب، ولهم، و برای این مردم ها فیها در این حیوانات منافع و منفعت هاست، و مشارب و چیزهای نوشابه ها هست. افلا یشکرون، چرا شکر نمیکنن؟
واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا و گرفتن من دون الله بغیر از الله آلهة معبودان باطل را لعلهم ینصرون، شاید که این بت‌ها باز اینا را نصرت کنن، شاید که نصرت کرده شوند. ما این بت‌ها را میگیریم که بازیا ما را شفاعت کنن، ما را نصرت بکنن. الله متعال میگه که این بت‌ها و قبرهایی را که شما پرستش میکنین لا یستطیعون نصرهم، و استطاعت و توانایی کمک شما را ندارن. و هم لهم جند محضرون، در حالی که خود از اینا خود لشکر ساختن به بت‌ها و قبرها. پیش بت‌ها صاحب ببینید که پیردار است و رویش پاک و پایایش پاک و زمینش پاک و پیش قبرها ببینید صاحب دیوالایش پاک و سنگایش پاک و خود بر از او لشکر ساختن و یا از او سخت دفاع کو که مجرد مخالف از او که از گپ بزنه سر حمله میکنه. تو برو در هندوستان پیش بت پرستا، اما تو گپ بزن که بت نکو پرستش، یک دفعه صاحب 1000 نفر سنگ بارانت میکنه. پیش قبر پرستاش که بیری که در قبر همه تو شیشتن همه تو قطار که به یک کسی بوی کو برادر نکوی کار، او باز میگه کیا بولا तूने عبادت नहीं करते हैं, ये हजली है, ये अफगानिस्तान नहीं है, बम्बई है. ای نسه ای تو بازی که سرسختانه از او گپ میزنه. باز بعد از او الله متعال میگه که این بیچارهایی که میرن بر از عبادت میکنن لا یستطیعون نصرهم و هم در حالی که یا خدا چی جور کردن لهم بر از اینا جندون، خدا تو لشکر جور کردن محضرون که تو آماده هستن دیگه حاضر شده. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و به تمام دعوتگرای اسلام چی میده؟ آرامش میده، تابلیت آرامش روانی، سایکولوژی اسلام. سایکولوژی قرآن بر ما چی میگه؟ فلا يحزنك قولهم، این سخنای از اینا، از این بت پرستا، از این قبر پرستا، از این سکولرها، از این بیدینها، از این دنیا پرستا، از این مخلوق پرستا، از این بربو پرستا، از این اسپند پرستا، از این درخت پرستا، فلا يحزنك قولهم، سخناش تو جگر خون نسازه. گاهی تروریست میگید، گاهی اکستریمیست میگید، گاهی افراطی میگید، گاهی وهابی میگید، گاهی مثلا احمق میگید، گاهی جاهل میگید. هیچ جگر خون نسازید. بزرگترین پیغمبرا را اینا دیوانه و شاعر و کاهن گفتن. ما و تو شما خود که هستین مردم های عادی هستین. فلا يحزن که بس جگر خون نسازد تو را قولهم، سخنانشان. انا نعلم، الله میگه ما با عظمت خود با قدرت خود میفهمیم ما آنچه را که یسرون یا پت میکنن و ما و آنچه را که یعلنون اینا علنی انجام میدن. اگر پت هم دسیسه سازی میکنن، پت دو دشنام میدن، پت گپای بیوده میزنن و یا هم آشکارا میای پیش روید گفته میره. ای جگر خون نسازید. قرارم تو باش از این گوشه که گپش بره از این گوشه دیگهش. یک روز یک کس مرا یک چیز گپ زشت گفت، من گفتم خیر است برادر جان، یتیم قصیلی خورده که در سیلیگک های هیچ جگر خون نمیشه. پیغمبر ما بسیار گپا دشناما را شنیده، ما خازو که بلند نیستیم. بگو یک 4 تای دیگه. و ما ابو جهل داشت، ما ابو جهل داریم. منتها نام از او دشمنش ابو جهل بود، از ما ابو جهل ما ترامپ نام داره، نتانیاهو نام داره. فهمید یعنی؟ از ما و تو کسی نیست. اونمو جهل، اونمو جاهل است، بیدین امو بیدین است، منافق است، کافر امو کافر است. منتها فقط میگه پالانش تبدیل کردن، پالانش تغییر. فلا يحزن که پس جگر خون نسازد تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس تو را جگر خون نسازد ای دعوتگر مسلمان، ای انسان دیندار موحد. قولهم، سخنانشان. انا، الله متعال میگه که انا نعلم، ما میدانیم، ما یسرون، آنچه را که مخفی سری پت میگن، و ما یعلنون، آنچه را که اعلان میکنن علنی میگن. کلش هم میفهمیم. باز ما در یک کتشان باز محاسبه میکنیم. صبر بکن. امروزی بیچاره که زیاد عمر بخوره، زیاد حکومت بکنه و قدرت داشته باشه و بزنه و جنایت بکنه، نهایتش 100 سال. باز ما در روزی میگیریمش که یک روزش 50,000 سال باشه. فکر کن الله از روز نگاه کنه که 50,000 سال دنیا استاد باشه، رویش سیاه شرمنده و در عذاب الله گرفتار باشه. از تو سختی چه قسم است؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، نهایت کمی 100 سال عمر کلش تو در زندان تیر کردی. بسیار از شخصیت های بزرگ اسلام، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندان قدر لت خورد که بالاخره وفات کرد. امام مالک رضی الله تعالی عنه در زندان آنقدر افتاد که دستش شکستاندن. امام احمد ابن حنبل آنقدر در زندان سختی ها را دید که بالاخره از میگه ذوف میکرد، 2 روز 3 روز باز که میخیز باز سرش
ابن تیمیه رحمت الله علیه در زندان آنقدر زدن و لط گپا را خورد که حتی کتابای خود در بین زندان نوشته کرد. این نمیخواستم شما بسیار شخصیت های اسلامی را ببینید که سختی ها را دیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر سنگ خورد که از تخته پشتش از گردنش حتی تا همون نعلینش حتی تا بوتایش پر از خون شده بود. در طائف دندانایش شکستاندن، سر خانمش تهمت کردن. پس وقتی که چیست الله متعال میگه انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون اولم یرى الانسان. این انسانی که بسیار الله میگه بسیار خودم مغرور میگیره، حداقل این انسان اگر بسیار فهمیده هست، بسیار ساینسدان است، بسیار خوب در تکنولوژی میفهمه، یک مرتبه شخصیت خود، ساختمان اناتومی و فیزیولوژی خود بحث بکنه. اولم یرى الانسان، آیا ندیده انسان انا خلقناه من نطفه، که ما ایل خلق کردیم از چی؟ از یک نطفه. یک مرتبه در لابراتوارت همین نطفه را پرتو که اصل خلقت تو هست، فاذا هو خصیم. این میگه یک نطفه گندیده بی عزت چتل که در لباس هم بفتن کثافت است، بازی میگه میخیزه که با جنجال میکنه. فاذا هو خصیم، بازو خصم میشه، خصوم کننده میشه، مبین آشکارا که ما تو رستم، که ما تو میگم، ما تو نظریه میتم. او نطفگک، او کروموزومک، او چتلک، تو اصل چی بود؟ خلقتت چی بود؟ تو آمدی که ذات ذوالجلال باز خصومت میکنیم، گپ میزنیم. و ضرب لنا مثلا، الله میگه بازی بر ما مثال بیان میکنه. و نسی خلقه، پیدایش و خلقت خود فراموش کرده. برو پیش مادرت پرسان که بگو مادر جان روزی که من تولد شدم چه قسم بودم؟ بازو برات میگه که بچه‌ام در اتاق که تو خواب میکردی اونجا که از اکسیژن خلاص میشد، من مجبور بودم که دروازه را چارپلاق واز مانم که بوید برم. تو یک گنده چتل هستی. یک روزی که مریض میشی برای دکتر بگو که دکتر صاحب من که مریض بودم در شفاخانه چطور بود؟ میگه در اتاق داخل نمیشدیم، بینیگه خودم آکب میگرفتیم که گنده بوی میدادی. الله متعال میگه و ضرب لنا مثلا، این شخص بر ما مثال ها را بیان میکنه و نسی و فراموش کرده خلقه و خلقت خودشه. خلقت خودشه که خودش چی ساختمان داره و از وجود از این چی خارج میشه. قال باز چی میگه؟ من یحیی العظام، کی میتونه که استخوان ها را زنده بسازه؟ من خب باز استخوان میشم، استخوان باز پوسیده میشه و هی رمیم، در حالی که استخوان پوسیده باشه. الله متعال میگه قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم یحییها، زنده میکنه اینمی مخلوقه، الذی ذاتی که انشأها، ایره خلق کرد، اول مره، اول مرتبه تو را از اینمی نطفه که باز خودتان میگین که اکس اکس است و اکس وای است، از اینمی اونمو ذات تو را اینمو تو خلق کرد، هم تو را ساخت. اونمو ذات باز در آخر وجود تو دمین بیخ تختگه که پشتت اینمی یک دانه چیزک دمین بیخ اینجا هست، اینه به نام عجب الذنب میگه. دمین بیخک اینمی قسم ساختمان خودترک اینجا به اندازه یک حجره کوچک است که نیاز است که توسط میکروسکوپ دیده شود. اینه نه او میبره یه حجره را، نه او از بین میبره، نه آتش، نه شکم حیوان، نه خاک، نه آتش، هیچ چیز. اینمی حجرگک می باشه. در روز قیامت الله متعال میگه که اونمو قسم که از او کروموزوم های اکس اکس و اکس وای خلق شده، آل از اینمی عجب الذنب خلق شد. یک دفعه ببینی که چقدر جور شد. برشان بگو قل بگو که یحییها، زندهش میکنه، الذی ذاتی که انشأها و را آفرید، اول مره، دفعه اول، و هو بكل خلق علیم، او به تمام مخلوقات بسیار علم داره. الذی ذاتی که جعل لکم، خلقت بر شما، من الشجر الاخضر، از درختی که سبز است، نارن، آتش. تو درخت سبز میگه که در نمیگیره، الله متعال میگه از اونمو بر تو آتش خلق میکنم. فاذا انتم منه توقدون، باز شما از او چی میکنین؟ آتش تا نمیگیرید. سابق میگه مردم چی داشتن؟ یک قسم سنگ داشتن مرام چقمق، یک قسم مثلا زمین کدام بوته بود، بوته سبز، اینه که تو حرکت میدادن این آتش میداد، باز توسط از این اما آتش خود در میداد. دست زمانه گفت شما سعی کنین که از سبزی که سبز است برتون آتش در گران مثل گوگرد وار کار میداد. و گوگردشان همین قسم بود. اولیس الذی خلق السماوات والارض،
این خو مثال هاست برای مردمای ابتدایی و مردمای ضعیف. برای مردمایی که در تکنولوژی و در ساینس و در فضا کار میکنن، خیلی میگه اولیس الذی، آیا نیست او ذاتی که خلق السماوات و الارض، خلق کرده آسمان ها را، فضا را سیکو، نظام شمسی و فلکی را سیکو، یک دفعه در تلسکوپ بشی و همی را سیل کو. او ذات که یارا خلق کرده، آیا او ذات نیست به قادر قدرتمند علی ان یخلق مثلهم، که مثل از اینا رو خلق بکنه؟ او ذات که آفتاب خلق کرده میتونه، مهتاب خلق کرده میتونه، نظام شمسی رو خلق کرده میتونه، کهکشان ها رو خلق میکنه، نمیتونه تو رو دوباره خلق بکنه؟ بله و هو الخلاق العظیم. الله متعال ذات است که بسیار ذات با عظمت از در خلق کردنش، العلیم و بسیار دانا هست. و برزو الله ذات است که نیاز نداره به این چیزا. تو مخلوق هستی که اگر میخوای شیر جور بکنی نیاز داری که باید بری شیر بخری، به آتش نیاز داری، به بوره نیاز داری، به گاز نیاز داری. الله متعال میگه انما الله که از به چیزا نیاز نداره. امر الله چه قسم از خلقتش؟ اذا اراد شیئا، وقتی که اراده کنه یک چیز را، ان یقول له کن فیکون، برش یک امر میکنه که شو. زمین خلق شو، خلق شد. آفتاب خلق شو، خلق شد. کائنات خلق شو، خلق شد. جنت خلق شو، خلق شد. دوزخ خلق شو، خلق شد. کن فیکون. شما الله را با خود قیاس نکنین. تو یک مخلوق ضعیف، بیچاره، عاجز، ناتوان، اما خدا با خالق متعال هیچ وقت مخلوق تشبیه نکن. فسبحانه، پس پاک است از تمام عیبها و شبهاتی که دشمنای اسلام به اون نسبت میتن. الذی، او ذاتی که بیده ملکوت و کل شیء، که به دست از او هست تصرف تمام مخلوقات. تمام مخلوقات مالکش است و متصرف است، خالقش است و حفظ کنندش است و محو کنندش است، زنده کنندش است و میرانندش است. و الیه ترجعون، و به سوی الله متعال رجوع میکنین. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.